توی این ویدیو جذاب که البته اگه میخواید بازیکن حرفه‌ای ای فوتبال 2025 بشید خیلی هم مهمه، علاوه بر جذاب بودنش میخوام بهتون پرکاربردترین و مهمترین دریبل های بازی ای فوتبال 2025 آموزش بدم. قبل از اینکه بریم سر اصل قضیه این نکته رو بهتون میگم که تمام دریبلایی که توی نسخه یوتیوب و آپارات میبینید روی حالت پیشفرض دریبل بازیه، یعنی فینت کامند ایزی. توی نسخه پرمیوم که در سایت داره مخصوص اعضای فری پاس قرار میگیره رو منوال هم بهتون آموزش میدم دریبلا رو که میتونید حالا اون نسخه رو تماشا کنید. بریم سر اصل قضیه. بذارید اول از همه جدیدترین دریبل ای فوتبال رو بهتون آموزش بدم، چیزی که توی ای فوتبال 2025 به بازی اضافه شد. اگه شما دکمه L2 رو داخل نگه دارید و حرکت کنید بازیکنتون توپ رو خیلی به پاش نزدیک نگه میداره. توی حرکت رو به جلو به درتون میخوره، ولی اصل کاربرد این دریبل اینه که رو به عقب باهاش حرکت کنید. بازیکنتون یه کنترل خیلی زیادی رو توپ داره و میتونید یک آن مثلا دارید با سرعت حرکت میکنید، یک آن توپو بکشید عقب بعد به جهت دیگه حرکت کنید. به طرز باگ مانندی میتونم بگم که این دریبل خیلی توی فوتبال 2025 کاربردیه و میتونید فقط اگه انتخاب کنید از این دریبل استفاده کنید میتونید خیلی پشت سر هم بازیکن حریف رو راحت دریبل بکنید. حرکت بعدی یکی از ساده ترین و معروف ترین دریبل‌های بازیه، سر توپ زدن. تنها چیزی که در رابطه با سر توپ میتونم بهتون بگم یکی اینه که روش حساب باز کنید. همیشه تو همه بازی‌های فوتبالی خیلی دریبل کاربردیه و نکته دیگه هم اینه که سر توپو فقط واسه سر توپ زدن نزنید، یعنی مثلا مربع یا دایره اینا رو نزنید و بلافاصله ضربه رو بزنید. بیشترین کاربرد سر توپ زدن موقع دریبل کردن اینه که یه دکمه رو بزنید بعد توی آخرین لحظه به سر توپ تبدیلش کنید. اینجوری همیشه میتونید بازیکن حریف رو دریبل بکنید. خیلی وقتا اصلا انیمیشنی تو بازیکن حریف میبینید که پاشو باز میکنه، سعی میکنه توپو بلاک بکنه و همه این چیزا که خیلی راحت میتونید حریفو دریبل بکنید. و البته که این حرکت رو میتونید توی استاپ کردن هم ازش استفاده کنید، یعنی پاس رو بازیکنتون بدید با سر توپ توپو استاپ کنید. اینجوری خیلی وقتا میتونید بازیکن حریفو با همین سر توپ جا بذارید و بلافاصله شوت بزنید. حرکت بعدی چیزیه که به طرفین توی سری پس و حالا ای فوتبال معروفه و این چیزیه که الان میبینید. به بازیکنتون پاس میدید، به جای اینکه توپو استاپ کنید توپو ول میکنید از پشت سر سراغش میرید. این حرکت ساده‌ای که می‌بینید اگه من قرار باشه یک دریبل رو به عنوان بهترین و پرکاربردترین دریبل همه بازی‌های فوتبالی مخصوصا سری پس و ای فوتبال انتخاب کنم همین حرکته. شما همه جای زمین میتونید ازش استفاده بکنید، خیلی راحته و همیشه هم جواب میده و میتونید هر بازیکنی رو که باهاتون یارگیری کرده رو خیلی راحت دریبل بکنید. نحوه انجامش به این صورته که بازیکنتون پاس میدید، قبل از اینکه توپ بهش برسه همه دکمه‌ها رو ول می‌کنید، آنالوگ سمت راست رو به سمت پشت بازیکنتون حرکت میدید و اینجوری میتونید فینت رو انجام بدید. کاربردهای خیلی زیادی داره این حرکت و همونجوری که بهتون گفتم همه جای زمین به درتون میخوره، ولی به هر حال چند تا نمونه چند جای مختلف و چند شرایط متفاوتی که من ازش استفاده کردم رو الان میبینید. فقط من اینو بازم بهتون یادآوری میکنم حتما از این حرکت استفاده کنید، بهش عادت کنید، حتی اصلا بهش اعتیاد پیدا کنید. خیلی دریبل مفید و کاربردیه. دریبل پرکاربرد بعدی دوباره یه دریبل خیلی ساده هستش و حرکات بدنه. شما توی بازی ای فوتبال میتونید آنالوگ سمت راست رو به هر جهتی که خواستید حرکت بدید، بعد با گرفتن سرعت به جهت مخالف حرکت کنید. با این حرکت خیلی وقتا بازیکن حریف رو دریبل میکنید. اگه دوست دارید خطا از حریف هم بگیرید، این حرکت در اصل برای خطا گرفتن اصلا ساخته شده، حتی توی محوطه جریمه حریف رو پنالتی گرفتن. چندین و چند جای این حرکت کاربرد داره، ولی بیشترین کاربردش زمانی که دارید با سرعت حرکت میکنید. یه حرکت دیگه‌ای که دوباره تو همین شاخه فینت ها یا حرکات بدن و پا قرار میگیره ولی میخوام به طور جداگانه بهش اشاره کنم، این حرکته. اگه شما آنالوگ سمت راست رو به سمت مقابل بازیکن حرکت بدید، خیلی حرکت بیشتری انجام میده و همونجوری که میبینید خیلی حرکت محسوس و تو چشمیه. این حرکت بیشترین کاربردش برای زمانیه که میخواید رو به عقب حرکت کنید، جلوتون شلوغ شده و میخواید برگردید عقب. این حرکتی که بزنید یه آن بازیکن میره جلو و خیلی سریع میتونید برگردید عقب و کاملا کنترل توپ هم دارید تو این حالت. حرکت بعدی دریبل زیدانیه. برای اینکه شما توی ای فوتبال 2025 بتونید دریبل زیدانی رو بزنید، خیلی کار راحتی انجام میدید. آنالوگ سمت راست رو به سمت مقابل بازیکن نگه میدارید، بدون اینکه ولش کنید آنالوگ سمت چپ رو غیر از مقابل بازیکن به هر جهت دیگه ای خواستید حرکتش میدید. وقتی این کارو سریع انجام بدید، دریبل زیدانی رو میبینید. میتونید حتی به سمت پشت بازیکن هم دریبل زیدانی رو انجام بدید که بازیکن این حرکت انجام میده. اگه بازیکن شما مهارت مرسایل ترن رو توی لیست اسکیلاش داشته باشه، این حرکت رو خیلی قشنگتر انجام میده. یعنی الان مثلا من با ماردونا این کارو بکنم، میبینید یه کار نمایشی انجام میده. بیشترین کاربردی که این حرکت داره زمانی که شما دارید با سرعت حرکت میکنید، بعد میخواید یک آن حرکتتون رو بشکنید، یعنی به این صورت همیشه میتونید بازیکن حریف رو رد بکنید. خیلی هم کار راحتی هستش.
Good running, strong and purposeful. حرکت بعدی دریبل کشویی یا دابل تاچه، فوق العاده کاربردی، مخصوصا توی ای فوتبال بی نهایت به درتون میخوره. روش انجامش به این صورته که شما وقتی در حین حرکت هستید باید آنالوگ سمت راست رو به سمت یکی از دو تا پای بازیکنتون نگه دارید، حالا یا سمت چپش یا سمت راستش، بدون اینکه ولش بکنید آنالوگ سمت چپ رو به سمت مقابل بازیکن حرکت برید. وقتی این کار رو سریع انجام بدید به این صورت میتونید یه پا دو پا رو بزنید. کاربرد اصلی دابل تاچ زمانیه که شما توی زاویه‌ای دارید حرکت میکنید که دقیقاً مقابلتون یه بازیکن حریفه، میتونید دقیقاً اون بازیکنی که مقابلتون هست رو رد بکنید. به همین دلیل این دریبل فوق العاده کاربردیه. حرکت بعدی شارپ تاچه که توی دو حالت خیلی به درتون میخوره و خیلی کلا دریبل مهم و پرکاربردیه، مخصوصا توی ای فوتبال 2025. روش انجامش اینه که شما یک بار به طور کامل آردو رو تا ته داخل فشار میدید، بعد به جهت مد نظرتون حرکت میکنید. بسته به تنظیماتی که تو بازی وجود داره که حالا یه ذره جلوتر بهتون میگم، یا یک بار بعد داخل فشار بدید، یا اگه مثل من تنظیمات رو دو بار گذاشتید دو بار باید این کارو انجام بدید تا بازیکنتون توپ رو همونجوری که میبینید فاصله بیشتری از پاش بده به نسبت عادی. کاربرد اصلی این حرکت یکی زمانیه که تازه حرکتتون رو شروع کردید و میخواید بازیکنتون بلا فاصله به اوج سرعتش برسه. وقتی شما شروع حرکتتون اینجوری باشه بازیکنتون تو سریع‌ترین حالت ممکن به اوج سرعتش میرسه، یعنی شتاب بازیکن خیلی میره بالا. یه کاربرد دیگه ای هم که داره زمانی که ثابت وایسارید. اگه ثابت وایسارید و بازیکن حریف سراغتون اومد میتونید با این حرکت خیلی راحت بازیکن حریف رو دریبل بکنید. بعضی وقتا اصلا میتونید بهش لایی بزنید، بعضی وقتا میتونید بهش دریبل دو طرفه بزنید که خیلی انیمیشن‌های جالبی هم داره، وقتی انجامش بدید خیلی حال میده. ولی فارغ از اینا اکثر مواقع میتونید فقط بازیکن حریف رو رد بکنید و حالا توی موقعیت مناسب قرار بگیرید. اون تنظیمم بخوام بهتون بگم، توی تنظیمات دسته شما توی بذارید پیداش کنم، توی این بخش یا گزینه توایس رو باید انتخاب کنید یا وانس رو، یا دو بار یا یه بار. دریبل آخری هم که میخوام بهتون بگم ساده ترین و دم دست ترین و در عین حال سخت ترین دریبلیه که تو کل بازی وجود داره، کنترل سرعت بازیکن. شما میتونید همه این دریبلایی که بهتون گفتم رو کنار بذارید، البته من بهتون پیشنهاد نمیکنم، ولی به هر حال میتونید کنار بذاریدشون، فقط با تغییر مسیر و بازی با سرعت بازیکن مقابلتون رو دریبل بکنید. مخصوصا توی ای فوتبال 2025 چون بازیکن خیلی کنترل بیشتری رو توپ داره، این کارو میتونید بهتر انجام بدید، ولی کار سختیه. یعنی شما باید حتی میزانی که آردو یا دکمه سرعت داخل فشار میدید و کنترل بکنید، کم داخل فشارش بدید، بعد یک با سرعت بالاتری به جهت مقابل حرکت کنید. خیلی زمان بندیتون باید دقیق باشه، دقیقاً زمانی که حریف من پا بندازه سمت توپ به جهت مد نظر حرکت کنید و اینا چیزایی که سختش میکنه. بخش سادهش هم اینه که شما فقط یه آردو رو میزنید و به جهت مد نظرتون حرکت میکنید. این نکته هم بهتون بگم که همون جوری که اشاره هم کردم، اگه شما آردو رو تا ته داخل نگه دارید بازیکنتون به اوج سرعتش میرسه، اما اگه آردو رو کم نگه دارید سریعتر از حالت عادی حرکت میکنه ولی تو اوج سرعتش نیستش. ببینید چه کنترل زیادی رو توپ داره دیگه، توپ الان به پاش چسبیده و تازه این دیمارکو، حالا فرض کنید بازیکن تکنیکی تر این کارو بکنید، این کنترل خیلی زیادی که بازیکن رو توپ داره خیلی به درتون میخوره. اینا همه چیزایی که توی نسخه یوتیوب و آپارات میخواستم بهتون بگم، امیدوارم ویدیو به درتون خورده باشه که میدونم خیلی به درتون خورده و همین دریبلا رو یاد بگیرید، تمرین کنید، توشون حرفه‌ای بشید، از پایین‌ترین سطح ممکن تا بالاترین سطح مسابقات با همین دریبلا میتونید کارو در بیارید. اگرم دارید نسخه پرمیوم میبینید، الان میخوام بهتون روش انجام همین دریبلا رو توی حالت منوال بگم. یه چند تا نکته دیگه هم داریم.